با کیفیت و با استاندارد بالا انجام دادن نیازمند به زمان و انرژی بیشتریه نسبت به کارهای معمولی. ولی مهمتر از اون به نظر اینه که اگر عاشق کاری باشید و دوستش داشته باشین، آره باز هم سخت هست ولی سختیش لذت بخشه. مثل کسایی که با عشق میرن باشگاه وزن نمیزنن، اون وزن‌ها سبک و راحت نیست، سخته، ولی چون ازش لذت میبرن و دوستش دارن با عشق هر روز میرن باشگاه. اومدم الان در بیام بیرون دیدم که بارون هم زحمت کشیده شروع شده. این وضعیت حجاب کامل تو بارون میریم به سمت خونه.